آخ اگه بدونی چه گنجی تو خونته و تو هر روز اونو میندازیش دور، بیا تا بهت بگم با این گنج چه کارایی میتونی بکنی. روی بطری پلاستیکی سوراخ درست کن و درپوش دستمال مرطوب و بهش وصل کن. حالا یه نظم دهنده برای سلفونا و خردریزات داری. روی بطری چند تا سوراخ موازی ایجاد کن، چند تا نیو به نخای خیاطیت وصل کن و بذار توی بطری. یه ست خیاطی شیک درست کن که استفاده از نخها رو خیلی راحت تر کرده. تا اینجا یه لایک بهم بده تا انرژی بگیرم. اگه بطری رو اینجوری برش بزنی، یه بیلچه چند کاره میتونی داشته باشی برای آرد و برنج و حبوبات و اینجور چیزا. اروپایی این بطری‌ها رو توی آرایشگاه‌ها استفاده میکنن و باهاشون زیباترین کریه دنیا رو درست میکنن. جای تو باشم اصلا این پیج رو بم نمیکنم، چون کلی چیزایی به درد بخور یادت میده. اگه پای صندلی شکست نگران نباش، چون با یه بطری و حرارت زیاد میتونی تعمیرش کنی. اینا واقعا گنجن دیگه، نبینم اینا رو دور بندازی، میتونی بهشون یه فرصت دوباره بدی.